سلام به روی ماه همگیتون. امروز با آموزش یک غذای کتویی خوشمزه در خدمتتونیم. مواد اولیه‌اش شامل کدو، پیاز، سینه مرغ و گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای زرد هستش. پیاز رو پوست بکنین و طبق تصویر نگینی خوردش کنید. حالا روغن زیتون رو داخل تابه بریزین و پیازها رو بهش اضافه کنید. بذارین پیازها کمی سبک بشه. سینه مرغ رو بردارین و به صورت نواری برش بزنین. حالا سینه های مرغ رو به پیاز سبک شده اضافه میکنیم و در تابه رو میذارین و میایین سراغ کدوها. کدوها رو سر و تهش رو بزنین و به صورت نواری اونها رو هم خورد کنید. کدوها رو به تابه اضافه میکنیم و کمی پودر سیر و فلفل هم بهش میزنیم. درش رو میذاریم تا نرم بشه. گوجه فرنگی رو به همراه فلفل دلمه‌ای زرد خورد میکنین و به تابه اضافه میکنیم. در تابه رو ببندین، زیرش رو کم کنین و بذارین که خوب مواد با بخار خودشون پخته بشن. حالا کمی نمک بهش اضافه میکنیم. غذای ما به همین سرعت آماده است. این غذا رو میتونین با سبزی خوردن و کمی پنیر پارمیزان سروش کنید. اگر از این نمونه آموزش ها خوشتون میاد، خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. دوستتون دارم.